سلام بچه ها، یه ایردراپ خیلی خفن آوردم براتون. ایردراپ 6.io یا 6p که این یه صرافیه که داره ایردراپ میده. صرافی که داره ایردراپ میده، ایردراپی که داره میده خیلی با ارزشه و هر 1,000,000 از این ارز حدوداً $1,000 ارزش داره. یعنی شما هر 100,000 تایی که جمع کنین $100 ارزش داره. که اینجا چند تا گزینه داریم. یکی وقتی شما وارد ربات میشین، لینکش رو میذارم پایین ویدیو، لینک رباتو. شما وقتی وارد ربات میشین یه استارت براتون میاره، از منو استارت رو شما انتخاب میکنین و گفته که خب استارت اپ رو میتونین شما انجام بدین، جوین کانال بشین، اینوایت بدین به رفیقاتون و گفته همین که وارد. خب شما استارت اپ رو میزنین، یه صفحه براتون میاره بالا که همین صفحه ورودمونه. شما این بالا برای شما تعداد ضربه هایی که میتونین بزنین و استخراج کنین رو نوشته که شما وقتی روی سکه ضربه بزنین میتونین اینو جمع کنین و حدودا هر تا 100 تا ضربتون اینجا 100 تا ضربه که شما بزنین پایین یه دکمه کلیم داره یا کلایم. این کلایم رو که شما بزنین، حالا مثلا 70 تا شما ورداشتم، 30 تا دیگه هم فعلا ولش کنید. روی کلایم که بزنین این انگار اضافه میشه به موجودی بالاتون. نگاه کنید الان 70 تا من اضافه شده. خب یکی همین قسمتیه که شما باید ضربه بزنید و این هر 4-5 ساعت برای شما شارژ میشه. شاید هم 6 ساعت. هر 6 ساعت برای شما شارژ میشه و شما میتونید دوباره بیاین ضربه بزنین و جمع کنید. یه قسمت دیگه داره که تسک، که شما میزنید روی تسک و یک سری مثلا گزینه ها داره که نمیدونم فرند بیارین و نمیدونم این برین توی فیسبوک لایک کنین و شیر کنین و اینجور چیزا که اینا رو اگه انجام بدین باز به شما یه مقدار بیشتری از ارزشو میده. روی قسمت فارم اگه بزنین که این پایینه، شما یک قسمتی داره به اسم فارم که شما هر 4 ساعت میتونین بیاین کلیم کنین. وقتی کلیم کنین دوباره میره اضافه میشه به اون عددی که دارین و بعد از اینکه کلیم کردین دوباره استارت فارم رو میزنین و 4 ساعت بعد دوباره میتونین بیاین برداشت کنین که هر دفعه هم 450 تا 750 تا 800 تا به شما میده که برداشت کنین. یه قسمت هم داره که قسمت آخر اسکواد که شما هر چقدر زیر مجموعه بگیرین از اون زیر مجموعه‌تون هم به شما یه تعدادی از ارز 3x میده و شما میان اینجا کلیم رو دوباره میزنین و دوباره به اضافه میشه به ارزتون. دوستان خیلی ایردراپ با ارزشیه، حتما شرکت کنین. مال صرافیه، احتمالا تا آخر این ماه لیست میشه و یه پول خوبی میتونیم ازش به دست بیاریم. خیلی ممنون، خداحافظ.